عادی چه وضعشه؟ بابا دیدم این دانشگاه ریدی وسط کله بچه مردم. آقا سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی هم. مرسی از کانال شخصی خودم دارین ویدیو رو نگاه میکنید. در کنار آقا عادی آرشگر واقعی، مرتضی و منم آرشگر تقلبی هستیم که تو این ویدیو قراره یک اتفاق چرتی رو رقم بزنیم که تا آخر ویدیو باید همراه ما باشی. قراره چه اتفاق بیفته مرتضی؟ میگم نگیم خودشون ببینن ها. قراره یه اتفاق خیلی کثیف و رقم بزنه. خیلی بده. خیلی بده. با خودم همچین کاری بشه. حتی اگه آماده باشه هیچ کاری نمیتونم بکنم ولی خیلی بده. خیلی بده. آقا عادی نظر شما چیه؟ هیچ نظری ندارم من. مرسی مرسی. خیلی مخلصم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا آخر ویدیو ما رو دنبال کنید. بریم که داشته باشیم. آقا سلام. داشتاری سلام. سلام داداش، خوبی؟ موام نه ذره کافت دادم. نه اوکی میشه. بفهم. ببخشید بعد موقع اومدم. معذرت میخوام. یکشون در می‌آوری. ببخشید آقا. بده تو. این ماسک هم دست دوش. موامو نمیخواد بشورم. نه اوکیه. چرا آخر سر دیگه بشور استشاره تو بکشم. بهتره تا باید چند شما خوبی سلامتی؟ واسه چه شده؟ خدا رو شکر خوبه. بازار شما چطوره؟ بازار خوبه؟ یه لحظه من زنگ بزنم. باشه. خیلی خوش اومدید. بس شما سلامتی. روز شما. امیر ماشین کجا گذاشتم؟ باش فکر کنم آقادی نه هادی الان میاد دادم. برای اینو تنظیم کنم. همکارشی شما؟ بله. چه مدلی می‌خواستی؟ یه ذره نوکگیری کن برام. یه ذره. آره موام کوتاهه. نه بغلا رو نزن داداش. یه ذره نوکگیری کن برام. بغل نزنم؟ نه. یه ریز یه سایه یه مدل قشنگ. یه مدل قشنگ بزنم. واسه عید عالی. آقا عادی آرشگر خودمه. اون خودش میدونه من چجوری میزنم. نه بیادبی الان نمی‌دونی. من یه سایه خوشگل بغلش بزنم. به موهاتونم میاد بالاشو فرس کنم براتون. ببخشید فکر کنم یه خورده موهاشون چرب باشه. نشستی؟ نه. اینو نه بشور. عادی گفت آخر سر. اینو بشور. چرب باشه برای ما بده ببخشید. یه دقیقه سریع همینطوری. بفهم. اعتبار ما زیاد. معمولا من همه کار کردم. مرسی جان یه شونه بده. شونه 600. باید میگه 600 نیست.
مرسل نگاه کن چطوری دارم حواسم زنم هست. داشته میگفتم نگاه چه از پایین به بالا میکشیم خطای نقاطی دقت میکنی؟ چطوری؟ یا بزن یکم یا بزن نه بلدن شما حالا یکم کارآموزی دیگه حالا شما میگی دیگه نه دستت نلرزه دستت نلرزه بله دستم میذارم تو دستت آروم این شخمی نه آروم از پایین به بالا داداش میشه خودت بزنی بله. شبه تکون نخور اصلا تکون نخور باش دستم من این هم بهت یاد دادم تا دیروز سر میشوست الان بهت یه مو بزن این کارو میکنی آقا برمیگردی فکر میکنی شما بلد نیستی نه در حالی که بلد نیستی ولی جوری باید جلو بدی که بلدم کسی که زیر دستت نشسته بکنه بلدی نه این مثل خودم این الان پایین شماره چنده بالا چنده پایین رو الان داداش با 4 زدم الان روش دارم شماره 12 رو کار میکنم دیگه اینجا رو با قیچی میگیری دیگه اصلا اونجا دیگه بله اونجا چمنزنی استفاده میشه درست میخوام من نگردم سر شما بزنیم یکم به چرخون دارم یه خط باش تکون نخور به کار تمیز زنیم چیا؟ این حرکت حالا اینجا باش چیزی لازم نداریم؟ چایی قهوه خیلی آره دست درد ها؟ چی میگی؟ چی میگی داداش؟ نه هیچی داداش مدل دار نمیخوام نه، اوکی. نه اوکیش من یه چی ذره رو جمع دورشو می‌کنی؟ بگیری و یه ذره ها؟ نوکی من درست چش. اینجا رو چی رو؟ نه اوکی یه دستم دارم این مدلی پشتی که یه مدل پشت دارم حالا بعدا آینه نگهم دارم ببین خیلی خوبه آره فقط یه جوری باشه دیگه خیلی خوبه مرتضی زیاد سفید نشه مثلا تاپیک که به موهات نمیزنی نه؟ نه. اصلا تاپیک کجاست اینجا بچه ها؟ تاپیک آره بعد داشتم میگفتم داداش من 3 سالم ترکیه بودم آموزش میدادم اونجا آموزش ایوه بله آرایشگری میدادم یکم تاپیک داشت سرتون نمیاد خب بقیه ما همینو دوست دارم ما میتونیم با هم تیم خوب باشیم پولدار شادی فکر کنم شاگرد شماست دیگه آقا عادی نه هم بزرگه ما ما عادی که خوبای گواردش یعنی گواردش نبود حاجی اینجا آرایش کردیم که به هر حال همکاریم با هم دیگه شما اون برای بزن ما سمتراست و نه اینطوری کار از دستت در میره از این مرد اونور میشه تا کی باید منتظر بمونم که من کار رو بخوام یاد بگیرم کارو داری یاد میگیری نگاه کن حالا رو کله ما کار یاد نگیریم نه داداش ما عروسی داریم بدی؟ مبارک ما خودمون که عروسی کردیم شما نفر اصلی عروسی هستی یعنی بستگان نزدیکین؟ آره عروسی پسر خاله میاد پسر خاله این خوش کله میاد به پایین باش نه زیاد نه زیاد نه زیاد نه دیگه یه زیاد عروس پسر خاله نه خوش هست من بزنم اونو بیار اینجا بابا اینو باز کن داداش من فکر کنم عروسی شهرستان یا تهرانه؟ تهرانه تهرانه زیاد نه زمان جمع بید اوکی خب چه مدلی بزنم گفتین؟ یه ذره دورشو گفتم
گفتی شما دومات شما نه پسرخاله دم عید کل ما هم مراسم دعوته. خب دیگه خودت میدونی دیگه چجوری بزنی دیگه. بله در نوکیری کن. این موی بلند واقعا مورد نیست. نه بابا الان میگم کی حال داره سشوار بکشه. چرا؟ شیونه چجوریه؟ از پایین تقه نه. آها. واقعا یه مدل واسهتون بزنن. حالا آقا حالی جان واقعا کارش خوبه. بعدا بیای بگی که حامد جان چه مدل موی رو فرست کردی. ریشار میخوای؟ بیشارم آره یه خورده کمش کنی برام. عالی داره میزنی. ببخشید اگه گوشت رو اذیت کردم. ابرو رو که دست نزن. نه سرتون یه کن. پایین داداش این اوکی. توی که میدونم اون واسه حالت نه آره همون حالت اینجاش. حالا شما فکر کنم فدات شم. آره دیگه ما داداش بهتر میدونم. من به عادی گفتم زیر دست هم وایسه خیلی بهتر از که بری آموزشگاه بخوای. مدرک به درت نمیخوره. تجربه به درت میخوره. من الان یه هفته‌ای هست. البته خودت استادی ما جسارت داداش میگه نه زیاد بالا نه اونجا من سایه میگم اوکی. نه همون مدل بوکسور تایسونی میخوام بزنم. زیاد از اون بالاتر نه من یه دست میدم میسپام به داداشم. یه میسپاری به من که اونجا ادامهش یه کاش اوکی می‌کردی. نه خط اینجا دیگه اوکی من فهمیدم. اینجا ما اگه اجازه بدی شما آرش قبلا کجا رفته بودی؟ خیلی بس. من پیش اینجا عادی بودی. میام همیشه اصلا جای دیگه نمیرم. این شوره هم داره سرت. درسته؟ شوره ندیام. نداره کجا شوره؟ چرا اینجا شوره داره سفید. نه اونو شما در ته. نه اون خب من برای شما زیر سازی کردم که شما آه. دورش رو دیگه. هر قدیم میگفتن قیچی رو به هم دیگه بزنید دعوا میشه. برید تو آرایشگاه این هیچ موقع صداقت نداشت. یه حتی وقت از صداقت شد تایم از حقارت شد. جا؟ یه تا وقتی که من شاعرم هستم. ماشاءالله چند سال ایران هم نبودی ولی بله فارسی خوبه. صحبت میکنی. یه که شاعرای اونور میان های اصولی شیر نه دادیه اصخون دوری یوری میشی یه هر موقع خواستی به یه چیزی فکر کنی اول خدا رو در نظر داشته باشی. این خدا رو شکر کنشون عالی. خیلی درویسی بود با فامیلا. نریز اونو نریز اوکی. عروسی فامیل دیگه. انشالله که خوشبخت بشم. میگم پول دو چیز جور میشه داداش. یکی عروسیه یکی میته. انشالله که همیشه به خوشی باشه. فدات بشم. اونجا رو اونجا رو آره نه زیرشو دارم خط میندازم. من دستام بگیرم دیگه. بله. خب چشات رو ببند دقیقه. نه اوکی چشات. این نگاه کن سر. داداش این چیه دیگه؟ نه وای سیده داداش. نه تاپیک دیگه جواب وایسا بینم. عادی نه داش عادی داش این چیه؟ نه داداش این از دستش داره. داداش میگم عروسی دارم داداش. یه ماشین داش دست عادی. نگیره. اینا تو خارج. ای بابا ریدم تو داداشکا بابا. چه دقیقه وایسا. آقا نه بیت نمیشه. چه وضعشه؟ آقا من دست زدم یه هول ماشین. آقا میگم عروسی دارم بابا تو رو قرآن نکنه. اینا مود. آقا عادی ای بابا بذار آقا عادی به تکلیف اون رو روشن کنه. داداش اصلا بیا خوبی کن. من بودم اینجا شما بیکار نشستی کار شما رو راه بندازی. داداش تو میگی من
هادی هادی ریدم چه وضعشه؟ واسه چی من موی بچه مردم میزن میرینی توش؟ من زدم؟ کی زد؟ من زدم صد بار گفتم دستم کاره دیگه نیستم دیگه. نه نیستم این کاره 100 بار دیگه ما همیشه دعوته برداشت ریدی وسط کله بچه مردم من ریدم کی ریده؟ تو ریدی هادی آقا هادی احمق بزن مشتری داد بزن حق با مشتریه آقا حسام من اصلا پولم نده این سری برو بیرون چی؟ پول نده چی؟ الان موهای من کی باید درست کنه؟ من درستش میکنم یعنی چی این چیه؟ ریدی تو موهام رفت بابا نکن ریدم توی نمایشگاه اینجا گوهردش آقا هادی 100 تا نمیگم که اصلا الان چیکار کنه اصلا آقا عادی نیاد اصلا بیل گیتس بیاد الان موهای کی باید درست کنه؟ سربازی رفتی؟ بابا 5 سال سربازیم تموم شده بابا چی میگی؟ این چیه ناموسم؟ من میگم عروسی دارم میگه عروسی دارم احمق یا وایسا اینجا میگم عروسی بایی نداره میگم عروسی دارم میگم عروسی دارم نه بیشور بابا یه مو واسه چی زدی موی آقا رو میگم واسه چی زدی؟ میگم واسه چی زدی؟ میگم واسه چی زدی؟ ادا در نیاش واسه چی زدی به من علیه؟ یا درستش تو که کنم میگی من اسپانیا بودم اینه تو اسپانیا اینجوری مو میزنه آقا این ماشین رو دست من یه دستمال من بده زود زود بابا برو تا منم نزدمت بابا برو اونور جلوی چشم وای نسا بابا ریده تو موهای من دستمالم میخواد کی دیده؟ هادی کجاست داداش هادی کجاست کچلچلی شزه شدی این رید این رید این رید تو کلت این رید ای بابا کی ریده؟ تو ریدی دیگه من ریدم و کی ریده؟ داداش من کی عروسی رید؟ دارم داش بابا این چه وضع موه آقا کی من با ریده؟ چه روی برم چون من کی رید بهت آبی بگو باش آبی که ریخته شده دیگه جمع نمیشه دیگه تا حالا چی بگم به داداش خدایی چی بهت بگم آقا بیا درست چی الان بهت بگم ولی مردم چجوری میخوای درست کنی؟ من بودم به خاطر که کسی برینه بره میرینم بهش ولی به تو هیچی نگم با اینکه همه جاش کوهیه بیا لاغا ای بابا بیا درستش کنم داداش تو ولی من دیگه چند گردن سال نمیگیرم این اینجایی؟ بعد ریده هادی ای بابا ریده شد تو موامون رفت هادی داداش من معذرت میکنم آقا دیگه چی میاد یه دسته هادی آقا ما دوربین مخفی داشتیم ضبط می‌کردیم بابا دوربین مخفیه چی بابا ریدم تو دوربین مخفی من میگم عروسی دارم یه دوربین مخفی دارم ضبط میکنم من معذرت ببخش شرمنده عادی این چه وضعشه بابا من یه عمر دارم میام پیش تو این چه وضعشه خدایی ببخش من عذرخواهی می‌کنم من میگم عروسی دارم من دستم داره ولی به ما نگفتی بودی خودت بغل چه داشتی یه ساعتی من تو اسپانیا آرایشگر بودم داداش قرارم کلا که فقط گفت خطریش رو خوشیار نشده از دستم داره ببخش ای بابا الان من چیکار کنم عادی چیکار کنم اون دیگه هیچ کار نمیشه کرد کچل کرد رفت دیگه اون جوری ریدی تو کلش اون اصلا هیچ کی نمی‌تونه خدای من فقط خطریش رو خوشیار نشده ببخش من عذرخواهی می‌کنم ببخش داداش چه اسخایی بابا ببخش ول کن شرمنده بابا تو رو برو قرآن. خدا ببخش داداش الان چیکار الان کنم؟ با هر چی شرمندگی شما من درست میشه نه ولی هر آقا چی دیگه تو درست تایم میشه عروسی من. عقب میفته یه دقیقه وایسا بذار کار تمیز زد داداش دمت گرم تو فقط جلو چشای من وای نسا آقا خیلی مخلصیم از علی آقا ما عذرخواهی میکنیم به خدا الان بهترم شد داشت علی کلت هوا میخوره بی‌نظیر شد کسی بهت نمیگفت اونطوری بهت نمیومد داش علی داداش بدم نشد الان آره آقا مشکلی نداره دیگه دور سر افتخار علی آقا به افتخار چی دست بزنیم علی دست آقا بچه خوشتنه به افتخار آقا هادی به افتخار آقا هادی که زمین چمن شهید شیرودی رو ببین چی درست کرد. آقا هادی تری که ما زده بودیم رو جمع کرد دستش درد نکنه علی هم دمش گرم که از علی هم تا بچه ها پشت صحنه جمع شدن از علی هم تشکر قاعدتا وقت بود این دوست از اونم کلید درست بود از علی هم تشکر می‌کنم جنبه بالاش از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو نگاه کردین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره خیلی مخلصم
علی جون ببخشید خیلی بهتون علی ببخش علی ولی ولی واقعا خفن شدی تتلوش می‌شدی